سلام رفقا، چطورید؟ امروز اومدم 5 تا از ستاپ‌های مختلفی که روی آرستری مینی میشه بالانس کرد و بهتون نشون بدم. بریم که داشته باشیم. برو بریم. سراغ ستاپ اول. دوربین سبک بدون آینه و لنز سبک. همونجوری که میبینید کاملا اوکی و بالانسه. یه نکته بهتون بگم حالا در مورد دوربینای سبک که هر گیمبالی نمیتونه اونا رو بالانس کنه چون سبکن نمیشه بالانس شن. بریم سراغ ستاپ بعدی. اینم از ستاپ بعدی دوربین فول فرم سبک و لنز سبک، همونجوری که میبینید بدون هیچ مشکلی بالانس میشه و اوکیه. ستاپ بعدی دوربین A7C و لنز 35 سیگما که همونجوری که میبینید یه لنز بزرگه و توی بالانس بازم هیچ مشکلی نداره. بچه از اینجا به بعد یه خورده دیگه داستان تغییر میکنه. بریم سراغش. ستاپ بعدی دوربین فول فرم آینه دار و لنز 50، حالا تقریبا لنزش سبک حساب میشه، همینجوری که میبینید بازم هیچ مشکلی نداره و اوکیه. بچه ها ستاپ